آخرین روز یک دایناسور. وقتی آسمون آتیش گرفت، زمین فریاد کشید و پادشاه تیرکس افتاد. آسمان رنگی از خاکستر گرفته بود. خورشید نیمه پنهان در پشت ابرهای سنگین و ساکت در دل جنگلی مه گرفته، غریزه شکار در سکوت راه می رفت. او تنها مانده بود. یک تیرکس، یکی از آخرین غول‌های سرزمین عظمت و مرگ. ناخن‌هایش زمین را می شکافتند، چشمانش در کمین، بدن زخمیش نشان نبردهایی پیشین بود و نفسهای سنگینش آینه سالهایی پر از شکار، سلطه و بقا. اما امروز چیزی فرق داشت. هوا سنگین تر بود، زمین زیر پا می لرزید و سکوتی وهم‌انگیز در دل درختان تنیده شده بود. در این سکوت صدای پرنده‌ای کوچک چون زمزمه‌ای از آینده پیچید، از نیاکان پرنده‌هایی که خواهند ماند، خواهند پرید و آوازشان قرنها بعد به گوش انسانها خواهد رسید. تیرکس بی آنکه بداند به پایان نزدیک می شود. نه در نبرد با دشمنی قدرتمند، بلکه در برابر چیزی که هیچ تیغ و دندانی در برابرش ایستادگی نداشت. او زمانی بر فراز همه بود، پادشاه بی‌رقیب دشت‌ها و باطلاق‌ها. در پس هر نعره‌اش صدها موجود رم می‌کردند، اما هیچ نعره‌ای نمی‌توانست آسمان را آرام کند. در دور دست صدایی آمد، غرش یک کوه در حال انفجار. نه، این صدای خود زمین بود که نفس می‌کشید پیش از فاجعه. نسیمی داغ از جنوب می‌وزید. پوشش گیاهی خشک شده بود، رودها کم جان بودند و شگفت‌تر آنکه گله‌ها کوچ کرده بودند، گویی چیزی را حس کرده بودند که ذهن‌های ساده‌شان درک نمی‌کرد. اما دلشان می‌دانست در لابلای درختان چشم‌های دیگری هم بیدار بودند. شکارچیانی کوچکتر از سایه‌وار می‌گریختند. گیاهخوارانی غول‌پیکر که دیگر تمایلی به درگیری نداشتند و مادرانی که فرزندانشان را در لانه‌ها پنهان کرده بودند. چیزی در آسمان حرکت می‌کرد. نقطه‌ای درخشان، دنباله‌دار، سوزان، نه تنها یک شهاب سنگ، بلکه آغازی برای پایان و پایانی برای هر آنچه بود. تیرکس نگاه کرد اما نفهمید. او نمیدانست ستارگان هم میتوانند بکشند. نمیدانست گاهی مرگ از آسمان میآید، نه از پنجه و دندان. او به شکار پرداخت. آخرین نبردش را انجام داد. آخرین پیروزیش را چشید. اما زمین شروع به لرزیدن کرد، نه چون جانوری نزدیک می شد، بلکه چون دیگر تصمیم به ادامه نداشت. درختها فرو ریختند. رعد و برق‌های پیوسته آسمان را چون آینه شکسته دریده بود. و آنگاه انفجار، نوری کور کننده، موجی مرگبار و سپس طوفانی از خاکستر و آتش. آنچه در شمال بود سوخت، آنچه در جنوب بود مدفون شد و آنچه پرواز می کرد و آتش کشیده شد. تیرکس دوید برای بقا، نه برای سلطه، اما بی هدف. هر گامش در خاکستر فرو می رفت، هر نفسش پر از سموم و دود.
او سقوط کرد. زمین زیر بدنش لرزید. در اطرافش دیگر صداها خاموش شده بودند. پچ پچ حیات به یک بار بریده شد. اما این پایان تنها برای او نبود. دنیا در حال خاموشی بود. دایناسورهایی با هوش، گونه‌هایی با ساختارهای اجتماعی، موجوداتی که آواز می‌خواندند، مادرانی که تخم‌ها را گرم نگه می‌داشتند. همه چیز در حال محو شدن بود. ولی پایان همیشه آغاز است. در سایه مرگ تیرکس پرنده‌ای کوچک زنده ماند. تخم کوچکی در دل خاکستر شکست و پرواز آغاز شد. او مرد، اما آنچه از نسلش باقی ماند بال زد، آواز خواند و روزی در قفس خانه انسانی ناآگاه به ریشه ها آوازش بلند شد. تاریخ فراموش نکرد استخوان‌هایش در دل سنگ‌ها، در موزه‌ها و در تخیل کودکانی که رویای هیوله‌ها را در سر دارند. تا ابد زنده ماند. پس خوشحال میشم همراه من باشید در کانال مسیر زمان برای بررسی رویدادها، شخصیت‌های تاریخی و داستانی، تا که هرچه را از تاریخ نیاز داریم با خود به آینده ببریم. بدرود.